این آدمان همه برای دیدن 5 گونیک‌ها در نزد زایشگاه رقم 1 دوشنبه جمع آمدند. امروز نخستین 5 گونیک‌های تاجیکستان را به خانه‌اشان گسیل می‌کنند. برای این نمایندگان وزارت تندرستی، حکومت ولایت ختلون و افراد اینجا آمدند که خبر تولد 5 گونیک برایشان عجایب و شادی آور بود. نگاهبین این 5 طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنازه خواهد بود، در حالی که از روز تا این 1 ماه دکترها در کنارش بودند و کمک زیادش میکردند. خیلی خونه بوده نمیدونم چیکار میکنم، خودم نگاه میکنم رفته. انشالله نصیبم. پزشکان صحتی نوزادان را که 3 دختر و 2 پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بریش قیصری به دنیا آمدند. مادر 5 گونیک‌ها 1 ماه پیش از تولد در این زایشگاه بستری شده بود. پزشکان که بار اول مادری را آبستن 5 طفل پذیرایی کردند، میگویند آن شب و روز در هیجان بودند. در سانحه 30 این خوشبختی روی داد. من هم در همین جراحی اشتراک داشتم با همراهی پروفسور مبارک حسن، سلامت مرادовна і من سریا خورسندовна. تیفلون همشون نارسید بودن. 4 گونیک داشتیم و 3 گونیک داشتیم، 2 گونیک هم وقت هست. ما خیلی ویاقتی هم مثال سر کار داشتیم. این 5 گونیک قطعی به حد مشکل بود. یک استرسی کلان داشتیم هممون که همین صحت سلامت به پدر و مادر برگردونیم. حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بیبی عایشه در این 1 ماه در تولدخانه هر یک طبیب و پرستاران الهیده داشتند. شیر مادر فقط برای یکی از این 5 طفل می رسید و دکتران میگویند با شیر خوش کودکان در این 1 ماه قریب 1 کیلو وزن گرفتند. حاضر کلونی پسری که 1 کیلو 870 بود 2 کیلو 210 شده است. 1 کیلو 700 دخترچش بود 2 کیلو 55 گرم شده است. همین یک کودک 1 کیلو 875، دیگرشون قریب 2 کیلو شده. کودکان را با محله باباجان غفروف ناحیه قبادیان خانه پدریشان میبرند. قبلا والدان 5 گونیک از شهردار دوشنبه خواسته بودند تا برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند، زیرا به گفته آنها در ده شرایط مساعد برای نگاهبین نوزادان وجود ندارد. در رابطه با این درخواست امروز نماینده رئیس ولایت ختلون گفت که ماموران ولایت الکی طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند. رئیس ولایت ختلون محترم حکیم زاده قربان تضمین گرفتند که یک خانه با ساختمان خانه الکی ارکیتکتور آغاز کردگی است. بله، و شما با این طفلکان زیبا و زیباتون صاحب خانه میگردید. مبارک شود. ما خرسند. این در حالی است که قبلا مقامات و شخصان الهیده برای عائله هایی که 3 گونیک و 4 گونیک تولد شده است در شهر دوشنبه خانه و جهاز تقدیم کردند. تولد 5 گونیک در تاجیکستان به سابقه است. در گذشته چند مورد تولد 3 گونیک و 4 گونیک در کشور ثبت شده بود.